سلام دوستای عزیز، تا حالا فکر کردین که یک پرتقال ساده سیرت میتونه برای بدن مفید باشه؟ امروز میخواییم رازهای شگفت‌انگیز این میوه خوشمزه را کشف کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. آبدار، خوشمزه و پر از ویتامین. پرتقال یکی از محبوب‌ترین میوه‌های دنیاست، اما آیا می‌دانستید که این میوه نارنجی رنگ خواص شگفت‌انگیزی برای سلامتی دارد؟ در این ویدیو با خواص فوق‌العاده پرتقال آشنا می‌شویم. پرتقال یکی از غنی‌ترین منابع ویتامین C است. این ویتامین سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و بدن را در برابر سرماخوردگی و آنفولانزا مقاوم می‌کند. فقط یک پرتقال می‌تواند تا 90% نیاز روزانه شما به ویتامین C را تامین کند. مصرف پرتقال همراه با غذاهای حاوی آهن مانند عدس و اسفناج به جذب بهتر آهن و پیشگیری از کم‌خونی کمک می‌کند. ویتامین C با رادیکال‌های آزاد مقابله کرده و خطر بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی را کاهش می‌دهد. این ویتامین به کاهش ضعف و خستگی کمک کرده و انرژی بدن را افزایش می‌دهد. پرتقال فقط برای سلامتی مفید نیست، بلکه برای پوست هم یک معجزه است. ویتامین C موجود در پرتقال باعث تولید کلاژن شده و چین چروک را کاهش می‌دهد. همچنین آب پرتقال می‌تواند لش‌های پوست را کم کرده و به درخشندگی آن کمک کند. اسیدهای طبیعی این میوه چربی اضافی پوست را کنترل کرده و از ایجاد آکنه و توش‌ها جلوگیری می‌کنند. آب پرتقال و ماسک‌های حاوی آن به پوست رطوبت داده و از خشکی و پوست شدن جلوگیری می‌کنند. استفاده از پودر پوست پرتقال به حذف سلول‌های مرده و روشن شدن پوست کمک می‌کند. اگر به دنبال کاهش وزن هستید، پرتقال یک گزینه عالی است. این میوه کم کالری ولی سرشار از فیبر است که باعث احساس سیری شده و به کاهش وزن کمک می‌کند. همچنین فیبر موجود در پرتقال به عملکرد بهتر روده‌ها کمک کرده و از یبوست جلوگیری می‌کند. ویتامین C و ترکیبات موجود در پرتقال به چربی‌سوزی و بهبود متابولیسم کمک می‌کنند. فیبر موجود در پرتقال به حرکت منظم روده کمک کرده و از یبوست جلوگیری می‌کند. این میوه به هضم بهتر غذا کمک کرده و عملکرد کبد را بهبود می‌بخشد. در نتیجه بدن را از سموم پاکسازی می‌کند. این میوه خاصیت ضد التهابی دارد و برای کاهش ورم معده و ریفلاکس مفید است. پرتقال یک دوست خوب برای قلب شماست. پتاسیم موجود در پرتقال باعث کاهش فشار خون شده و خطر بیماری‌های قلبی را کم می‌کند. همچنین پرتقال سطح کلسترول بد را کاهش داده و به سلامت عروق خونی کمک می‌کند. فیبر و آنتی اکسیدان‌های این میوه به کاهش کلسترول بد یعنی LDL و افزایش کلسترول خوب یعنی HDL کمک می‌کنند. فلاوونوئیدها و ویتامین C موجود در پرتقال از التهاب و لخته شدن خون در عروق جلوگیری می‌کنند. مصرف منظم پرتقال باعث انعطاف پذیری و تقویت دیواره رگ‌ها شده و خطر سکته قلبی را کاهش می‌دهد. با تمام این خواص فوق‌العاده فراموش نکنید که تعادل در مصرف مهم است. زیاده‌روی در خوردن پرتقال ممکن است باعث افزایش اسیدیته معده شود. پس روزانه 1 یا 2 پرتقال بخورید و از مزایای آن لذت ببرید. بهتر است این میوه را صبح‌ها یا میان وعده مصرف کنید تا جذب ویتامین C بهتر انجام شود. برای جلوگیری از آسیب به مینای دندان بعد از خوردن پرتقال آب بنوشید یا دهان خود را بشویید. افراد مبتلا به ریفلاکس معده یا زخم معده باید مصرف پرتقال را محدود کنند. برای کاهش وزن بهتر است پرتقال را به صورت کامل مصرف کنید تا از فیبر آن بهره ببرید، نه فقط آب آن را. پوست پرتقال دارای خواص زیادی است، اما مصرف زیاد آن ممکن است باعث مشکلات گوارشی شود. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که ما را دنبال کنید.
تا با خواص دیگر میوه ها آشنا شوید.